سلام دوستان عزیز، با هم دیگه میخوایم برای سبد ترکوییمون در ببافیم. ببینید ابتدا یه حلقه جادویی میزنیم، 5 تا پای کوتاه توی این حلقه میبافیم. 1 2 3 4 و 5. خب نخ کوچیکو میکشیم تا کارمون جمع بشه. با دست مرتبش میکنیم. به پای کوتاه اولی که زدیم یه بست میزنیم تا کارمون به هم وصل بشه. خب کارمون رو مرتب میکنیم. دوباره میرسیم به رج دوم. توی این رج ما باید توی هر پای کوتاهمون 2 تا پای کوتاه ببافیم. ببینید حالا با وارد این گندمی میکنیم، پشتم از این پل رد میشه، 2 تا پای کوتاه میبافیم. 1 2 تا انتهای رج همین کار رو ادامه میدیم. خب من رسیدم به این دونه آخر، اتصالمو انجام میدم به این صورت. خب قلابمو وارد این گندمی زیرش خط انشلال میکنم، زیر خط اتصال نخ میکشم بیرون. اون حلقه قبلی رم وارد قلاب میکنیم. و بافتمون رو ادامه میدیم. خب دوباره همین جایی که این گندمی رو بافتم یک پای کوتاه دیگه میزنم به این صورت. ما این رجمون باید بیایم یکی در میون اضافه کنیم، یعنی یه خونه رو که 2 تا بافتیم گندمی بعدی رو 1 دونه میبافیم بدون هیچ اضافه کردنی. دوباره ببینید باز گندمی بعدی 2 تا پای کوتاه تو این بافته میشه، پس یکی در میون تا انتهای رج ما دونه اضافه میکنیم به این صورت. اینو 2 تا بافتم، گندمی بعدی 1 دونه. تا انتهای رج. خب من بافتم رسیدم به انتهای رج، اینجا اتصالم هم انجام میدم به این صورت. خب ببینید قلابو وارد این گندمی میکنیم، از پشت این پلم عبور میکنه، نخ میکشیم بیرون، اون حلقه قبلا وارد قلاب میکنیم و بافت میزنیم 1 دونه گندم. خب ما میخوایم چون در سبدمون حالت گنبد شکل داشته باشه این ردیف رو باید بیایم بدون کم و زیاد کردن، یعنی توی هر گندمی 1 دونه پای کوتاه ببافیم تا اون حالت گنبد شکل رو به ما بده. پس میایم تا انتهای رج توی هر گندمی 1 دونه پای کوتاه میبافیم. خب من بافتم تا رسیدم به این نقطه آخر. اینجا هم اتصالمو انجام میدم که باید این برای این اتصال اضافه نخمو قیچی کنم به این صورت.
خب به این صورت من دورگیریم هم انجام میدم. میخوام با یه رنگ دیگه دورگیریم هم میبافم و بعد ادامه کار. خب عزیزان ببینید من این درب گنبدی رو بافتم، دورگیری هم براش کردم. خب برای دستش ببینید ما باید بیام یه تعداد زنجیره بزنیم. من برای این سایز کوچیک 7 تا زنجیره میزنم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش و 7. بازم سلیقه‌ایه. خب این ابتدا و انتها رو با هم دیگه با یه بست به هم وصل میکنیم. میشه به این صورت. اضافه نخمونم قیچی میکنیم. میشه دسته ای کار. ببینید این وسط کارو نخور از اینجا خارج میکنیم، میاریم پشت کار. کارم مرتب میکنیم. وقتی نخارم که از پشت توی بافت پنهان میکنیم. ببینید به این صورت میشه. میتونید تعداد زنجیرها رو کمتر بزنید که این دایرهش کوچیک‌تر بشه. موفق باشید.